چند روز پیش بود که با تایید خرید بالگرد میل 28 توسط کشورمون در برنامه مفصل به معرفی و بررسی این بالگرد پرداختیم. اما امروز قصد داریم در این برنامه در مورد بکارگیری این بالگرد، نوع کارایی و بررسی نقاط ضعف و قوت اون صحبت کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشین. ازتون میخوام قبل از هر چیزی این ویدیو رو لایک بزنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال خودتون رو سابسکرایب کنین. بالگرد میل 28 یه بالگرد تماما رزمی هستش که برای انجام عملیات‌های رزمی در تمام سطوح تدافعی و تهاجمی طراحی و ساخته شده. این بالگرد میتونه به خاطر سطح کارایی بالای خودش در هر نوع عملیات پوششی، تهاجمی، پشتیبانی و یا گشتی با کیفیت بالایی به انجام عملیات بپردازه و توانایی کارایی کامل در هر نوع آب و هوایی رو هم داره. برخی از بالگردهای کشورمون در حال دریافت کیت ارتقا برای تجهیزات پرواز در شب هستند، اما این بالگرد میتونه در شب با اتکا به مجموعه پیشرفته سیستم‌ها و سامانه خلبان خودکار خودش به راحتی به انجام هر گونه عملیاتی دست بزنه و یا در پروازهای شبانه با پرواز ارتفاع پست در حالت خلبان خودکار به انجام عملیات بپردازه. از طرف دیگه داشتن توان حمل و پرتاب موشک‌های هوا به هوا و توپ چرخان باعث میشه که این بالگرد بتونه در عملیات‌های دفاعی و گشتی با سطح کارایی بسیار بالایی به درگیری با اهداف مختلف در زمین و هوا و دریا بپردازه. به طور مثال در طی درگیری‌هایی که از این بالگرد استفاده شده، این بالگرد تونسته پهپادهای انتحاری مهاجم دشمن رو شناسایی و در آسمون منهدم بکنه و یا به راحتی با شناورهای تند رو به درگیری بپردازه. یکی دیگه از ویژگی‌های برتر این بالگرد داشتن توان لود سلاح‌های ترکیبی محسوب میشه. این بالگرد میتونه زیر بالچه‌های خودش غلاف‌های راکت انداز رو در کنار موشک‌های هوا به هوا و موشک‌های هوا به زمین به صورت همزمان حمل کنه و به انجام انواع عملیات‌ها بپردازه. این نوع لود سلاح به راحتی باعث میشه بالگرد بسته به نوع اهداف دست به انتخاب سلاح بزنه و با رویکرد کاهش هزینه در استفاده از سلاح‌ها به نابودی اهداف مختلف بپردازه. اما شاید بشه مهمترین و بهترین ویژگی این بالگرد رو توان پوششی اون برای سایر بالگردها دونست. به خاطر داشتن توپ چرخان و توان شلیک موشک‌های هوا به هوا، این بالگرد میتونه در نقش پوشش هوایی برای سایر بالگردها انجام وظیفه بکنه که این موضوع خودش برای کشورمون باز شدن یک پنجره جدید از انواع عملیات‌های قابل انجامه، چون که تا قبل از این بالگرد کشورمون بالگرد مناسبی برای انجام این کار نداشت و وظیفه این کار بر عهده بالگردهای کبرا و یا طوفان بود که توان اونها معطوف به استفاده از قدرت مانور و توپ دماغ بالگرد محسوب میشد. اما این بالگرد با توان مانور قابل قبول، توپ چرخان، سیستم‌های دفاعی پیشرفته و موشک‌های هوا به هوا میتونه این نقش رو به خوبی انجام بده. نکته قابل تأمل وجود امکان بهسازی و ارتقاء این بالگرد در کشورمون هستش. در بخش سلاح‌ها این بالگرد از موشک‌های ضد زره اتکا و ویخر بهره میبره، هرچند که موشک هدایت میلیموج هم برای اون در دسترسه، اما باید گفت که موشک‌های اتکا و ویخر که سلاح استاندارد این بالگرد محسوب میشن از نوع هدایت لیزری هستن. نوع هدایت لیزری محدودیت‌هایی داره که دو مورد عمده از این محدودیت‌ها شامل میشه از قفل روی هدف تا لحظه برخورد و محدودیت کارایی در آب و هوای بد. این دو مورد ذکر شده باعث شدن که استفاده از تسلیحات هدایت لیزری امروزه کمی محدود بشه و برای رفع این محدودیت استفاده از تسلیحات هدایت اپتیکی پیشنهاد میشه. کشور عزیزمون ایران سالهاست که به لطف متخصصان گمنام خودش تسلیحات متنوع و بروزی رو تولید میکنه، در صورتی که موشک‌های هدایت شونده اپتیکی یا موشک‌های شلیک کن فراموش کن ساخت داخل کشورمون مثل موشک‌هایی چون شفق 2، قائم 114، الماس و یا کروز هواپایه هیدر با این بالگرد هماهنگ بشن، میشه به راحتی متصور بود که این بالگرد قدرت به مراتب بیشتری از قبل خواهد داشت و به یک سلاح بسیار برنده برای کشورمون تبدیل میشه. در کلام آخر و نتیجه گیری نهایی هم میشه گفت که این بالگرد به خاطر نوع طراحی، سلاح‌های اثرگذار و تکنولوژی پیشرفته میتونه پنجره جدیدی از تعریف کارایی بالگرد رو برای کشورمون باز کنه و به عنوان یک مکمل قدرتمندتر در کنار سایر بالگردهای موجود به انجام عملیات‌های ترکیبی بپردازه. شب و روزگار بر شما دوستان عزیزم خوش. تا دیداری دیگر.